یارو 300 صفحه کتاب نوشته تنبل را چگونه ترک کنیم. آخه مرتی که اولا کسی که تنبله میشینه 300 تا صفحه کتابا میخونه. تو را حضرت عباس کارما رو نگاه کن. الان رفتم سوپرمارکت نودل بخرم، در اومده میگه که گوشتا مرغا میتون بهش اضافه کن. آخه مرد که قرام ساقه یه میخواستم گوشتا مرغا اضافه کنم دیگه نودل خریدنم چی بود. 4 سال اینجا تو ترمینال یه بنده خدایی دارم میبینم، هر بار مرا میبینه میگه که یه پولی کمک کن من برم خونم. برادر من نوکردم تو رو حضرت عباس اگه پیاده رفته بودی الان رسیده بودی بارسلونا. بابا ولمون کن دیگه. تو فیلم ها 20 سال بچه یارو گم میشه اتاقش دست نخورست. من 3 روز تو خونه نبودم، اتاقا ما دیدم آقام داده اجاره به 3 تا دانشجو. میبینی فرقی ما، من و تو هم مثل هم دیگه نیستیم. بدوزی شده خدا وکیلی ها. به بقاله بده کارم، به قصابه بده کارم، به میوه فروشه بده کارم. البته از قدیم گفتن خدا کریمه. به کریمم که بده کارم پر. دیشب با هم داشت بیسکویتم زد چایا میخورد، تا اومد بیسکویتا بکشه بیرون افتاد تو چایی. بهش گفتم که بلد نیستی که بکشی بیرون ها. یه نگاهی بهم کرد و گفت که اگه بلد بودم که بکشم بیرون که تو اینجا نبود. من تو خونه مداحی هم که گوش کنم آزما مالم میاد ریز میخنده دا میگه تو نکنه جدیده مذهبیه به حضرت عباس گذاری کرده. سرنوشتی زندگی ما ایرانیا میدونی مثل چیه؟ مثل نوار بهداشتی میمونه. دو بهترین مکانی ما ولی تو بدترین زمان. قراره اسم یارانه به عادت ماهانه تغییر کنه، چون دائم داره عقب میفته و طبق پیش بینی هایم که کارشناسا کردن به زودی 4 یا آهستگی میشه. قزوینیه میاد تهران بواسیرشو عمل کنه، بهش میگن که چرا همون قزوین عمل نکردی؟ میگه که قزوین این عمل زیبای محسوب میشد، بیمه تامین اجتماعی قبول نمیکرد. هلسی آدمو در میارن و تو کپسولی حشره کش تاریخ این غذا گذاشتن. یعنی چی میترسین سوس اسهال بگیره؟ با این قیمتی که گاوا گوسفندا دارن پیدا میکنن چند وقتی یه جلو پرسات و ما تون ماه باز میکنن. آقا الان رفتیم دمین املاکی رفیقم، بعد دیدم داره آقا تلفن حرف میزنه و داشت میگو خانم جان خوش تلفن کن نمیشه، شما بیا بشین سری معامله یکم پایینا بالاش کن و درستش میکن من مینویسیم. الان میفهمم تازه شغل مورد علاقم چیه. دیخ لامسه تو را به نارایش ببینندت میبرنده 05 که ما اینقدر این کنسله اون کنسله میکنه دیگه تو رو ولمون کن بابا. این کنسله اون کنسله. یه کارت عروسی برامون اومده روش نوشته که پیوند عزت و نصرت مل نبود کی دو ماده کی عروسه. میدونی به دختری که خوشگل باشه و عصبانی چی میگن؟ بهش میگن قنده ها. من نمیدونم چرا به یه سری ها تکس کام میدی یا سری وهم داره وایس میده. آخه مرتی که من یه میخواستم صدا تو را بشنوم که زنگت میزدم شاش خالی. من رفتم دارخونه اسپری تأخیری بگیرم تا کلی خجالت بزنه گفتم که اسپری تأخیری میخوام. گفت خجالت که نداره هواپیما تأخیر داره این که دیگه شون موله.
صبح برنامه زمستون بده کو عمل دماغ فقط 400 میلیون تومان. یا تو نمیدونی 400 میلیون چقدره یا منی فقط نمیدونی. دوستان میخوام یه چند تا نکته رو بهتون بگم، اینا را خوب حواستون جمع کنین دیگه. همیشه میگن از یه مرد درآمدشو نپرس، از یه زن سن و سالشو نپرس، و یه پرسپولیسی هیچ وقت نپرس که سیاست پلو نقش جهانگو داره. دوباره شروع شد. هوایی که این آرش کرایت شوسی بیان بگن از الان نوبت آدنا پر کنین دا شبیه نوبت نداریم صبر کن ببینم. اکسی دوست دختره داره استوری میکنی مینویسی ملکه منی کی بهت گفته پادشاه؟ کدوم یالازی دستته که برا خودت ملکه انتخاب میکنی؟ چلغوز. به دختر تو مترو یه لبخند زدم و داشتم پیاده میشدم و جلومو گرفته و گفت که فقط اسمی به چمونم من انتخاب میکنم و خواستم بگم بد وضع شده سا بی شوهر داره بیداد میکنه دو با یه لبخند آخه